درود دوستان، کسانی که ما را تماشا میکنید، لطفا اگر صدای ما را میشنوید در چت یوتیوب لطفا می نوشتید که صدای ما را میشنوید و صدا خوب است. دوستان صدای ما را میشنوید؟ دوستان عزیز، با وارد شدن دیگران از یکایی که شما خواهش میکنم که حالا کسانی که به برنامه وارد شدید برای تماشا لطفاً تکمه پسند را پخش کنید، تکمه لایک را پخش کنید، لطفاً در چت یوتیوب نظرهایتان را بنویسید و همچنین بعد از اتمام برنامه میتوانید کامنت های خود را، نظرهای خود را بنویسید. از یکایی که شما خواهش میکنم که لینک برنامه را با دوستانتان فرستانید. همچنین ابونه شدن به کانال یوتیوبی پیام تیوی را فراموش نکنید، چون که ما کوشش میکنیم برنامه های تب دل شما را همه روزه نباشد هم به قدر استطاعت نشر کرده هستیم و ان همین جانبداری شما، تشویق شما از برنامه های ما را نیز انگیزه می بخشد که هرچی زودتر با شما باشیم، برنامه ها پیشنهاد کنیم، نوارها پیشنهاد کنیم و در یک گیرومان دائمی باشیم. تماشابینان عزیز، لطفاً از یکایی که شما خواهش میکنم پیش از سر کردن برنامه لطفاً لینک نوار را به دوستانتان فرستانید، به دوستانتان زنگ زنید، بگوید در اینجا برنامه رفته ایستاده است و آمادگی خود را برای صحبت ببینید. کسانی که میخواهید صحبت کنید آمادگی خودتان را ببینید. انشالله این منبر شما است، شما صحبت خواهید کرد. هر کسی که وارد استودیو شد یا خواست توسط رقم واتساپ زنگ بزند، حتما در حال ما آنها را نوبت از آن که من سخنم را به اتمام رسانیدم یا نه، حتما به استودیو می پیوندیم، زنگشان را قبول میکنیم. شما گپ میزنید، در وقتهای خالی باز من صحبتم را ادامه میدیم. برای همین تا وارد شدن شمایان به استودیو من گپ میزنم، بعد از آن انشالله که همین که شما وارد شدن را سر کردید، اگر این خواهش را داشته باشید حتما این باعث خرسندی و سرافرازی ما که شما به استودیو ما تشریف می آورید و صحبت می کنید و این صحبت ما را گرم می کنید. برای همین هم باعث خرسندی می شد که دوستان وارد استودیو می شدند و یا توسط واتساپ زنگ می زدند. حالا دوستان عزیز، چنانه که گفتید که صدا خوب است، برنامه را آغاز میکنیم و با همدیگر طول این چند وقت که در دست داریم در صحبت خواهیم بود.
به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. حمد و ثنا خدا را و درود بر مصطفی را و سلام و درودی بی پایان به یکایک شمایان تماشابینان عزیز گرامی. طول این لحظه چند با هم خواهیم بود و با هم صحبت خواهیم کرد و درد دل خواهیم گفت. این میدان شماست، میدان گفتگوست. با هم گفتگو خواهیم کرد. گفتگو از چی؟ گفتگو از همان موضوعهایی که ما را به هم می‌بیارد، ما را به هم متحد می‌سازد، ما را یک مشت می‌سازد، ما را دست به دست هم می‌سازد، کتف به کتف هم می‌سازد، در یک صف می‌سازد. ما گفتگو خواهیم کرد تا آینده تاجیکستان را بسازیم. ما گفتگو خواهیم کرد تا از کمبودی ها بگوییم و برای برطرف کردن کمبودی ها صحبت کنیم. ما گفتگو خواهیم کرد تا اینکه راه شرف بیابیم، از سرخمی نجات یابیم. ما گفتگو خواهیم کرد تا اینکه مستبدان بدانند که ما هم مثل دیگران، مثل دیگر مردم جهان، اما چشمی که دیگران دارند ما هم داریم، دست و بازی که آنها دارند ما هم داریم، همون تن و جسم جانی که آنها دارند ما هم داریم، به هرچی آنها حق دارند ما هم داریم. ما هم نسل بشر هستیم، انسان هستیم. درجه ما هم به درجه آنهایی که خود را درجه اول میپندارند از آنها پایانتر نیست. ما صفت درجه دوم و سوم نیستیم که با ما مناسبت دیگرگونه باشد. ما غلام نیستیم که بر ما مناسبت غلامانه باشد. خاموشی ما، خواستاری زندگی آسایشته ما این مضمون آن را ندارد که هرچی بر سر ما سنگ از شما بکوبید. ما زندگی آسایشته را می‌خواهیم. این خواهش ما مضمون آن را ندارد که آرامی ما، بی‌صدایی ما سوء استفاده شود. ما دور از خشونت هستیم، از خشونت کار نگرفتیم. مضمون آن را ندارد که از خشونت کار نگرفتن ما ابدی است. خصوصا با آنهایی که خشین هستند و با خشونت با ما رفتار میکنند. ما اگر آرام هستیم، ما اگر از خشونت کار نمیگیریم، ما اگر بر سر آنانی که حالا بر سر ما سنگ میزنند بر سر آنها برگشته سنگ نزده ایم، این معنای آن را دارد که حالا هم امید ما از اینکه با طور آسایشته خرد غلبه می کند، عقل غلبه می کند، ناامید نشده ایم. اگر ما به این باور رسیم که یا عموما مردم به این باور برسد که دیگر راهی غلبه عقل، دیگر راهی غلبه خرد یعنی پیروزی خرد نمانده است، حتما خشینان در جواب خشونت خواهند دید. حتما سنگزنان جواب سنگشان را خواهند گرفت. حتما زورگویان زوری خواهند دید. بیهوده نمیگویند به زور زور هست، به جنگره جنگره هست. آنانی که میگویند با خون آمدم به خون ریزی نخواهم رفت، اگر شعارشان برجاست فراموش نکنند که با همین شعار علیه خودشان
لشکر آماده کرده ایستادند با دستان خودشان و این لشکر روز از روز پرقوتتر می شود، به مقصد نزدیکتر می شود، البته به مقصد انمین با خون آمده ها و با خون می رفته ها. و اگر مقصدشان این است از این جای گریز ندارند، چون که امروزها واقعیت ها این را تصدیق کرده ایستاده است. حکومت های یا کشورهای مستبد پرور، کشورهای دیکتاتور پرور که به این مستبدان، به این دیکتاتوران قدرت و قوت داده ایستاده‌اند، روز به روز ضعیف و ناتوان شده خودشان به گریانده ها زار شده ایستاده‌اند. به احوال خودشان مرغان هوا گریه دارد. فرمه های مستبد پرور، فرمه های دیکتاتور پرور حالا در حال خراب شوی است، در حال رو به نابود شوی آوردن است. بنابراین باید خودی مستبدان، خودی دیکتاتورانی که امید به همین فرمه های دیکتاتور پرور داشتند امروز خاطرشان جمع باشد که خودشان نیز به گریانده زار می شوند وقتی که به خشونت ملت روبرو می شوند. وقتی که دیدیم واقعیت را که وقتی که دیکتاتور به خشونت مردم روبرو شد، حتما گریزان می شود، جان خودش را می گیرد، می گریزد و آنهایی که در اطراف او بودند جانشان در بلا می ماند. آنهایی که در اطرافش بودند از او پشتیبانی می کردند. هر بلای به سر ملت آید، مردم گناهگار، خودی مستبد و دیکتاتور و اطرافیانش بیگناه مسوچه بیگناه می شوند و همون ایمیج میکر ها و نه همون اگیتاتور ها و نه همون نفرانی که شب سیاه دیکتاتور را به مردم سفید نشان میدهند، روز روشن نشان میدهند، شب کرمهتاب را روز آفتابی نشان میدهند، خودشان تنها میمانند، جای گریز نمییابند و به دست ملت میفرایند. آن روز نه دیکتاتور دستشان را میگیرد، آشکار کرده گوییم نه امام علی دستشان را میگیرد، نه رستم دستشان را میگیرد، خودشانو دست مردم میماند. باید نفرانی که امروز در اطراف دیکتاتور، در اطراف مستبد، در اطراف خشونتکاری که علیه مردم با خشونت گپ میزند، با خشونت رفتار میکند، باید اندیشه کنند. باید اندیشه کنند که وقتی که این دیکتاتور، وقتی که این ظالم جان خودش را گرفته میرهد یا میگریزد، این نفرانی که او را سفید میکردند، این نفرانی که همه این خشونت و همه این ظلم او را غمخواری و مهربانی و خرد نشان میدادند، به دست مردم میافتند. خبر میخونید، تلویزیون تماشا میکنید، رویدادهای جهان را پیگیری میکنید، یک بار ببینید که حال آنهایی که ایمیج میکری مستبد و دیکتاتور بودند چی شده است. اگر
این مردم تاجیک مثل دیگران خشین نیست، فرق سرتان نمیزند، یا اینکه شما را سرکفان نمی کند و لگد شپ نمی کند. ببینید که بالای شما قانون هست. قانون از گریبان شما میگیرد. عدالت از گریبان شما میگیرد. از اینکه عدالت برقرار می شود، هر جایی که حقیقت می بیاید باطل گریزان می شود. این وعده الهی است. باطل می گریزد، حق می بیاید و شما به دست عدالت سپرده می شوید. و وقتی که عدالت برقرار می شود، شما می دونید جایتان کجا می شود؟ برای همین هم امروز جان زده ایستادید که گور سوزد و دیگ جوش شد و هرچی هم باشد انا همین کلغفص در جایش بماند. اگر این رفت کار ما بیزیب می شود. اگر خواستید کارتان بیزیب نشود، اگر خواستید تقدیر نفرانی که در این واقعه های اخیر در پهلوی دیکتاتور و مستبد بودن به سرشان آمد، به سر شما نبیاید، امروز شما مهلت دارید که فکر کنید، اندیشه کنید، از عقل کار بگیرید. زندان می شوید، از کار رانده می شوید. هر زندان شدگی ها تا حبس ابد گرفته خور رفته اند، نمردند. سیرو فی الارض، خدا میگوید در روی زمین سیر کنید. یک درست است. حالا امروز ها با آنهایی که طرفدار عدالتند، با آنهایی که طرفدار حقیقتند، با آنهایی که اهل ایمان و تقوایند، واقعا هم در روی زمین یک قدم میماندگی جا نمانده است. جا نیست. همین یک قدم میماندگی جا تنگ شده است در روی زمین. برای اهل اندیشه، برای اهل آزاداندیش، برای اهل تقوا، برای اهل ایمان، برای اهل عدالت پرور، برای آنهایی که غلام بودن نمیخواهند، چاپلوس بودن نمیخواهند، لگن بردار بودن نمیخواهند، با حقیقت، با عدالت زندگی کردن میخواهند، واقعا هم در روی زمین یک جای قدمجا نمانده است. یعنی یک جای قدمجا هم تنگ شده است. لیکن دانسته باشید که عدالت غالب می آید. ظالم گریزان می شود. و نهایت پیروزی نصیب آنهای خواهد بود که حق مردم نخوردند، ناعدالتی نکردند، به کسی ظلم نکردند و همیشه جانبدار حقیقت و عدالت بودند. امروز ما به دوستان، به تماشابینان وعده کردیم توسط اعلان برنامه که درباره قصه قرضداری شرکت تالکا برق تاجیک صحبت میکنیم و عموما درباره قرضدار بودن شرکت های بزرگی تاجیکستان صحبت میکنیم. همچنین درباره دزدی های پول مهاجران از جانب بانک های تاجیکستان صحبت میکنیم. دوستان عزیز، من همین که رو به روی دوربین قرار گرفتم سخنم تمام نمی شود. یگانه حالتی که دهان مرا می بندد این وارد شدن شما به استودیو و گرفتن رشته سخن است.
هر وقت که شما وارد شدید حتما رشته سخن به شما داده می شود، شما گپ میزنید، من گوش میکنم. تا آن وقت شما مرا گوش میکنید و گفتنی های زیاد دارم. اگر میخواهید در بحث باشیم، در صحبت باشیم، مباحثه کنیم، مرحمت وارد شوید. لینکی وارد شدن به استودیو در سرگه چت، جای چت نویسی در چتگاه وجود دارد، همچنین در اپیسنی وجود دارد و همچنین اینجا من رقم واتساپ رو هم خواهم ماند که شما میتوانید به رقم واتساپ زنگ بزنید. دوستان عزیز، چرا من امروز خواستم که درباره دو اژدهار، دو کراکودیل، دو دیوی هفت سری تاجیکستان با جمعی گولک و چودک هایش صحبت کنم. خواه باور کنید خانه در این 10 ساله آخر که قریب 60% عمرم در پیگیری خبرها، واقعه ها، رویدادها، تحلیل و بررسی های شرایط تاجیکستان، شرایط چی اقتصادی، چی سیاسی، چی اجتماعی تاجیکستان گذشت. به این خلاصه رسیدم که همه شرکت برق تاجیک و شرکت تالکو، اینها شرکت های صنعی هستند که یعنی اژدهارهای صنعی هستند که توسط این شرکت ها اطرافیان رئیس جمهور و خود رئیس جمهوری تاجیکستان را میمکند، خون تاجیکستانیان را میمکند توسط همین دو شرکت بزرگ. حالا ببینید تماشابینان عزیز، مگر شرکت هلدینگی برق تاجیک برق استحصال میکند؟ نه. شرکت هلدینگی برق تاجیک چه شرکت است؟ البته هممون میدونیم که ما را به برق همین شرکت با همون شرکت های زیرساختارش، با زیرساختارهایش تامین میکند. شبکه های تقسیمی برق و شبکه های برق و گرمیدهیش و با همین ها همین شرکت برق تاجیک ما را به برق تامین میکند. اما آیا خودش یگان کیلووات نیروی برق استحصال میکند؟ نه. پس این شرکت چه شرکت است؟ شرکت میانه رو، شرکت پسریتنیک بین استحصال کننده و استعمالگر است. شرکت پسریتنیک بین استحصال کننده و استعمالگر است. اکثریت نیروگاه های برق آبی و دیگر نیروگاه ها را متحد می کند، یک خط می کند و این را انتقال می دهد به استعمالگران. استعمالگران از مردم عادی سر کرده تا مؤسسه های دولتی و شرکت کارخانه های استحصالی. آیا نمی شود که همه شرکت برق تاجیک وجود نداشتگی باشد و به جایش شرکت های روی کار بیایند که با مسابقه بگویند که من همین کار شرکت برق تاجیک را از شرکت برق تاجیک خوبتر و بهتر اجرا میکنم. می شود؟ البته از روی پرینسپی های ضد مونوپولی که قانون های تاجیکستان این را کفالت می دهد شدنش ممکن است. اما چرا در این 33 سال استقلالیت
در 31 سال حکمرانی امام علی رحمان این کار نشد و ما دست و پا بسته به یک شرکت برق تاجیک موندیم برای آنکه این خواسته های خود رژیم است. اگر رژیم میخواست شرکت های به میان بیایند که 4-5 شرکت تامین برق به میان بیاید، آنها پیش استحصالگران بروند بگویند که برق را به من ده، من در وقتش از استعمالگران برق را به پول برق را به تو رویانیده میدهم، تو برقت را میفروشی، من پول برق را به تو در وقتش میرویانم آورده میدهم، کوفیسینت کاری من این است، کوفیسینت پرداخت من به دولت این است و تو هم از انداز قرضدار نمیشوی، تو هم فایده میبینی من هم فایده میبینم گفته در یک مدت، در یک مهلتی که مثلا گریم به یک استحصالگر 4-5 شرکت رفته التماس میکند که با من قرارداد بند، میدونید چه حالت به میان میباید؟ البته استحصالگر نگاه میکند که کدام از این شرکت ها با یک آگاهی بلند اقتصادی، با یک آگاهی بلند پروفسیونالی میتوانند شریک کار استحصالگران باشند. یا اینکه دولت میتواند میان رو، نه شرکت برق تاجیک بلکه خود دولت میتواند آزادانه بدون طرفگیری یگان شرکت میتواند میان رو تشکیل کننده آزمون، تشکیل کننده تندر بین شرکت های میان روی تامین کننده برق و استعمالگران باشد. مثلا گریم حکومت یا اینکه وزارت صناعت، وزارت انرژی و صناعت مثلا گریم تندر اعلان میکند به شرکت هایی که میخواهند مردم را، استعمالگران را به برق تامین کنند. میگوید برنامه تان را پیشنهاد کنید، کوفیسینت تان را پیشنهاد کنید. مثلا گریم شما برنامه دارید که میتواند استحصالگر را هوسمند کند و شما را قبول کند، پیشنهاد کنید و دولت میتواند این خیلی آزمون ها را برای شرکت ها اعلان کند و غالب، یعنی غالب تندر، غالب آزمون در یک سال، مدت یک سال شاید یا مدت 3 سال، همونه که دولت معین میکند، میگوید هر 3 سال یک مرتبه تندر اعلام میشود، آزمون اعلام میشود و برای این 3 سال لیسانس داده میشود به شرکت که انا همین شرکت مردم را به برق تامین کند، بین استعمالگر و استحصالگر میانه رو باشد، پس ریتنیک باشد. نه، این طور نمی کنند و شرکت مناپولیست برق تاجیک یک شرکتی که مناپولیست است در تاجیکستان، یگان رقیب اقتصادی، یگان رقیب تجارتی ندارد شرکت برق تاجیک. باز این میلیارد قرضدار است، انداز سپریده نمیتواند. نتیجه رو دیده شدید؟ انداز هر سال از انداز قرضدار است. در سرگه قرضداران بزرگی تاجیکستان از انداز می ایستد. در سرگه یکم یا دویم. کدام شرکت؟ شرکت برق تاجیک. من چندین بار در برنامه ها گفته بودم این سبزی، پیاز، کارتوشکا استحصال نمی کند که اگر به بازار برآورد و فروخت نتوانست میپوسد. این پس ریتنیک برق است، برق استحصال شده. برق نمیپوسد، برق به قابچه جمع نمی کنی که در پریول ماشین چپه شود و برق هم چپه شده رود دیگه، تمام در راه
برق مرد، در راه برق پوسید، در راه برق به دریای وحش گشته سرازیر شد، به دریای ورزاب گشته سرازیر شد. این خیل نمیشد کو؟ چه خیل شرکت برق تاجیک در حال قرضداری، در حال مفلسی میمانده است، هیچ از قرضش خلاص نمی شده است. چرا چنین است؟ برای آن که این شرکت را همچون یک شرکتی مونوپولیستی به کنکورنت، به رقیب نگاه می دارد دولت. سببش این است که دزدی آسان است. هیچ کسی خلل میرساندگی به این دزدی نیست. همین قدر سبب دارد. اگر سببش این نباشد، این شرکت را مفلس اعلان کرده می شود. این شرکت مفلس اعلان کرده می شود چون که یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر به دستی ملخک. درست؟ یک بار قرض دارم گفته خلاص میشی، دو بار قرض دارم گفته خلاص میشی، سه بار قرض دارم گفته خلاص میشی، نتوانستم گفته خلاص میشی. نخود 30 سال به همین احوال بیاید، 33 سال به همین احوال بیاید. باز ارزی وجود داشتگی باشد. یک شرکت مفلس قرضدار 33 سال باز یگان بار فایده ندیدگی، یک شرکت مفلس قرضداری که یگان بار فایده دیدم نگفته است، ارزی وجود دارد. همین شرکت هم شرکت تجارتی است. همین شرکت هلدینگی برق تاجیک یک شرکت تجارتی است. شرکت به خاطر چی ساخته می شود؟ به خاطر فایده به دست آوردن. دولت اگر در سطح دولت همین شرکت برق تاجیک را ساخته است، می خواهد فایده به دست بیارد، بین استحصالگر و استعمالگر ایستاده به دولت فایده بیارد. انکنون این شرکت دایم به دولت ضرر می بیارد. 33 سال باز دولت ضررهای آورده این را چی میکند؟ قلت میخورد، نادیده میگیرد. این چی مضمون دارد؟ این مضمون آن را دارد که وقتی که از ضررهای یک شرکت دولت 1 سال نه، 2 سال نه، 3 سال نه، 5 سال نه، 10 سال نه، 30 سال چشم میپوشد، اینجا دانسته میشود که تگ کاسه نیم کاسه وجود دارد. این نیم کاسه نامش غارت است. کی میتوند این غارت را کند؟ فقط همانهایی که دست زور دارند. کی دست زور دارد؟ انا همانهایی که در سر قدرت هستند. کی است در سر قدرت؟ امام علی رحمان و تیمش. به یگان دو دلگی همین وجودی همین شرکت برق تاجیک در طول 33 سال بدون هیچ فایده به ملت گفتن ممکن است که همین امام علی رحمان دزد است. تمام کماندش دزد است. این دزد نمی بود، این شرکت را برهم می داد. می گفت که شرکت هایی که می خواهند با استحصالگران سر کار داشتگی باشند و با استعمالگران برق خوش صفت در وقتش تأمین کنند، مرحمت شرکت ها بفرمایید. این گپ گفته نشده ایستاده است. در کشوری که از روی قانون باید مونوپولی وجود نداشتگی باشد، حتی ما نهاد آنتی مونوپولی، نهاد ضد انحصاری داریم. با وجود همین یکی از قناوت های اساسی کشور ما را شرکت مونوپولیست تگ دست دارد. پس این چی گفتنی گپ است؟ خودی مضمونی ان همین چیز این است که
کمانده که در سر قدرت است یک تیمی بندیت ها، یک تیمی دوست ها است. بیرون از این هیچ چیز دانسته نمی شود. نگاه کنید دوستان عزیز. یک مصیبت حالا تا به شرکت تلکا گذاشتم که شرکت تلکا چه شرکت است و بعد فقط این دو چیز نمبر نمیکنیم، چند شرکت های هستند که حتما دربارشان صحبت کرده شود که اینها امروز چرا تاجیکستان عقب مانده است، چرا تاجیکستان پیش نمی رود. انا پیش راه پیشروی تاجیکستان انا همین ها هستند، انا همین ها هستند پیش راه پیشروی تاجیکستان. چرا؟ نگاه کنید دوستان عزیز، برای اینکه خطا نکنم با رقم صحبت میکنیم. نگرید، در 3 ماه اول همین سال 2024 ینور مارت به بودجه تاجیکستان به جای 4 میلیارد و 533 میلیون سومانی 4 میلیارد و 802 میلیون سومانی مبلغ وارد شده است. یعنی زیاد. دقت دهید مشاهدین عزیز، دقت دهید. من اقتصادشناس نیستم، من اقتصاد نمیدونستگی به من همین چیز معلوم است. حالا اقتصاددان ها چرا خاموشن من حیرانم. هم یک چیزی الیمنتر نی عادی یکک ساده یکک همین مکتب نقص خوندگی باشی شد میفهمی، هم مکتب درست خوندگی باشی میفهمی. نگاه کنید، در 3 ماه اول به بودجه 4 میلیارد و 532 میلیون و 900 هزار سومانی وارد می شود. به جای 4 میلیارد و 532 میلیون و 900 هزار سومانی پلان نقشه داشتن، اما زیاد وارد می شود. دقت دید، زیاد وارد می شود. 4 میلیارد و 802 میلیون و 400 هزار سومانی مبلغ وارد می شود. و در همین حال با وجود آن که مبلغ از پلان از نقشه زیاد وارد شده است، قرض از انداز 76 میلیون و 400 هزار سومانی زیاد میشه و قرض از انداز به 724 میلیون سومانی میرسد. این گپی من نیست دوستان عزیز، این گپ نشریه باج خراج، نشریه رسمی کمیته اندازی تاجیکستان خبر داده است، در این باره معلومات داده است. پایانترش عجیب است. نگاه کنید تماشاگران عزیز، این قرض انداز به حالت 1 اپریل سال 2024 به 724 میلیون سومانی برابر می شود. نسبت به اول سال 2024 یعنی 76 رو از 4 میلیون سومانی زیاد. این نگاه کنید، این به نظر داشته قرض‌های جمعیت سهامی شده نیروگاه برق آبی سنگتوده 1 که به اطلاع این نهاد یک خودی انمی سنگتوده 1 از انداز از تاجیکستان 186 میلیون و 600 هزار سومانی قرضدار است در سال 2024 در همین 3 ماه اولش. این سنگتوده 1 پول نمیتید. اگر پیش سنگتوده 1 کمیته انداز قرض انداز تگفت رود میگوید که شرکت برق تاجیکگو پول من تید، پول من تید قرض اندازه میسپرم. یعنی شرکت برق تاجیک برقی که از سنگتوده 1 گرفتگی است پولش دادگی نه مشینیک. پول شرکت استحصال کننده برق رو نداده، برق رو گرفته فروختگی، پول کیسه بزدگی، گجا بزدگی تعیین نه. لیکن برق گرفتگی دادگی پولی برق دادگی نه. مایلشین تماشاگران عزیز،
اینجا یک چیزی خوب، یک چیزی بسیار مهم است. نگرید، در بین کارخانه ها و اداره های دولتی، کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکو یعنی 5 میلیارد سومانی 492 میلیون و 500 هزار سومانی قرضدار است در جای یکم میصد از جمله قرضدارها. انکنون در جای دوم چی است؟ 134 میلیون و 300 هزار سومانی قرض اگنتی بهداشت زمین و آبیاری در جای دوم. تشکیلات مؤسسه های بودجتی با 87.2 میلیون سومانی قرض در جای سوم. همین 7 شرکت های نمبر میکنند. همین 7 شرکت در بین، اگر خطا نکنم تماشابینان عزیز، خب حاضر همین شرکت ها 42% قرضداران از انداز را تشکیل میکنند. یعنی تقریبا اگر 250 300 هزار شرکت داشتگی باشد در تاجیکستان وجود داشتگی باشد، همین هفته خودش، همین هفته شرکت 40% قرض ها از انداز را تشکیل میکنند. 40% قرض از انداز را همینو نمیتیند. باز اگه شما نگاه کنید، اینها قرض ندادگی هستند. کارخانه های، من به کجا دقت شما را جلب کردنیم، کارخانه های بزرگترین تاجیکستان قرض انداز را سپردگی نیستند، اما برنامه ستانیدن انداز در تاجیکستان اجرا شدگی است. فهمیده ایستادید؟ این دولت چه خیلی دولت که کارخانه های بزرگترینش 40% قرض انداز را تشکیل میدهند و قرض انداز را نمی سپارند، اما نقشه ستانیدن قرض اجرا می شود. این چی مضمون را دارد تماشابینان عزیز؟ این مضمون آن را دارد که از اول سال در نقشه ستانیدن انداز همین شرکت ها وجود ندارند، در روی خط نیستند. فهمیده شدید؟ فهمونیده توانستم یا نه؟ وارد شوید لطفاً، گپ زنید دوستان عزیز. فهمونیده توانستم؟ اینها میگویند که 42% قرض انداز را همین هفت شرکت تشکیل میکنند. همین هفت، مثلا 100 هزار شرکت کارخانه ها هست در تاجیکستان، 250 هزار هست، 35 هزار هست، 40 هزار هست، حالا رقمش نمیدونم، لیکن در بین همین هزار ها همین 7 شرکت 40% قرض انداز را تشکیل میکنند، اما قرض انداز 100% ستانیده می شود. در برنامه ستانیدن قرض انداز برای بودجه تاجیکستان اجرا شدگی است، با برزیات اجرا شدگی است. این چی گفتنی گپ است؟ باز تکرار میکنم تماشاگران عزیز، این گفتنی گپ است که وقتی که برای ستانیدن انداز دولت برنامه میریزد، در برنامه حد نهایی ستانیدن انداز همین شرکت های ارکه وجود ندارند.
یعنی دولت پیشکی میداند که این شرکت ها انداز نمیسپرند، انداز سپریدنی نیستند. زوری نهاد اندازستاننده به این شرکت ها نمیرسد برای ستانیدن انداز. پیشکی نهاد اندازستاننده میداند. اکنون در همین حال اوی کمیته انداز، اوی مسئول، اوی کرخبار، تو از این نهنگ ها انداز سپاریده نمیتونی، میری یک سیمشک فروش رفته انداز نسپاریده گفته اشتراف میکنی، زورت به سیمشک فروش به نصف فروش میرسد. در تاجیکستان اگر 100,000 صاحبکار انفرادی است، 100,000 صاحبکار انفرادی انداز میسپاریده اش را جمع کنید، صاحبکاری بازارشین مغازه‌دار اندازش را جمع کنید، به 10% اندازی شرکت برق تاجیک نمی براید. 10% اندازی نمیسپردگی شرکت برق تاجیک سپرد برابر 100,000 اندازه صاحبکاری انفرادی است. چه خیلی فهمیدید؟ او همین یک شرکت اگر همین رود از گلویش بگیرد و 10% قرضی اندازش بستاند، از مهنت در به در پیش 100,000 مهاجر رفتن دولت نجات مییابد. این همین قدر مضمون دارد. حالا شاید من خیلی انصاف کرده کم کرده گفتم. همین صاحبکاری انفرادی 2,000 سومونی ماهش اگر انداز سپرند 200,000 سومونی می شود. فهمیده استودید؟ 200,000 سومونی اگر 20,000 سپرند 2 میلیون سومونی می شود. میدونید این نهنگ چقدر قرضدار است؟ خیلی. حالا اینجا من نیافته شدم، به ذهنم نامده شده است. خیلی بزرگ است. صاحبکار ماهش چند پول انداز می سپارد یک صاحبکار انفرادی؟ نمیرن اینا پیش تلکا، پیش شرکت برق تاجیک نمیروند. حالا که اگر اینها را تنگ دارند، این نمیتوند من خربوزه فروش بدم، خربوزه پوسید در راه، نمیتوند من پمیدار فروش بدم، پمیدار پوسید. این برق فروش است شرکت برق تاجیک. باز برای اون که اینها قرضاشون واهمه نشود، به زیر ساختارها تقسیم شدگی هستند. شبکه های تقسیمات برق، گرمیدهی تقسیم شدگی هستند. باز هر یک اینها جدا جدا قرضدار. مثلا گریم شبکه های تقسیمات برق 57 میلیون سومانی قرضدار است. تقسیم شده هستند. انا همین سیستم عیناً سیستمی این مستقلانه خود شرکت برق تاجیک ساختگی نیست. برای چی حاضر آوردگی هستند از هندوستان
به شرکت برق تاجیک دیرکتور موندگی هستند. شرکت برق تاجیک حاضر سرورش کی است؟ یک هندی. شرکت ملی رهبرش هندی. از جمله شرکت تالکو هم همین خیل است. تماشابینان عزیز، به همین خیل زیر ساختارها تقسیم شده رفتگی هستند. چند تا بچه تولد کردگی از شرکت تالکو، بچه های زنده یتیم هستند، پدرشون کی بودن نمیشناسند. میگوی که قرض سپار، مثلا گم دچرنی کمپانی توی قرضدار است. میگوید که نه ما پیش خودش بروید. پیش خودش میریم، میگوید بالای پیش کلان بروید. نگاه کنید، جمعیت دارای مسئولیتش محدودی تالکو ریسورس 75,400,000 سومانی قرضدار. شرکت الومین ساختمان 20 میلیون قرضدار. با این گولد تالکو وجود دارد، چند چی دیگر وجود دارد در چرنی کمپانی. همین خیلی کردگی هستند که پیش کی رفته قرض تی گفتن نمیدونی. مثل شرکت فراز هم همین خیلی حاضر گفت شرکت فراز میگن شرکت فراز حاضر میری در تاجیکستان نمیابی، لیکن همه بچه های زنده یتیمش وجود دارن. بچه هاش همین در چرنی کمپانی هاش زنده یتیم کردگی، خودش گم کردگی. به خاطر چی؟ به خاطر اون که اینها دزدها نام نشان نداشتگی باشن. پیش کی رفته؟ مثال گریم ناظران انستیتوت‌های اقتصادی وقتی به تاجیکستان میگویند سرشون چرخ میزند. پیش کی رفته کی رو تفتیش کردن نمیدونن، سرشون گم میزنند. یکی قرطاب باولچه میخورن یا آش پلاو میخورن یا کلپاچه خورده میروند گشته. ششلیک خوجاند و کلپاچه خورده. دیگه شانسشون نمیموند. که سری همه چاق زنندگی هستن. مثلا بیک صبور در کابینتش استوده پول ساختمان حساب میکنه. در کابینتی مثلا گفتیم خدمات علاقه ایستاده، وزیری علاقه پول ساختمان حساب میکنه. پول ساختمان در کلاب، پول ساختمان در دوشنبه، پول ساختمان در قرغان تپه حساب میکنه. این تاجیک تلکام دارد، مثلا گفتیم شرکتی ساختمانی دارد، این وزارت علاقه، مثلا گفتیم باز مؤسسه چندین پروایدرهای اینترنتی خودشون هستن. رقاصه خودشون، نوازنده خودشون، سراینده خودشون. وقتی که میگویی مثلا گریم از کجای این وارد شده من اینها رو تفتیش کنم، سرت چرخ میزند. من دزدی را یاد گرفتگی ده اینها. دزدی رو خیلی یاد گرفتگی هستن. من اکنون شما نگاه کنید، انا همینجا اگر دوستان عزیز فهمانیده باشم، فهمانیده توانسته باشم، به نقشه ستونیدن انداز انا همین شرکت ها وارد نمی شوند. در نظرش نهاد ستوننده انداز یعنی کمیته انداز از اینها ستونیدن انداز را در برنامهش ندارد. میدوند که ستونیدن نمیتواند. انا همین خیلی نقشه میکشد. اما آخر سال باید بگوی که اینها مثلا گیم انداز سپردند و نه. باز چی خیلی است؟ با سال گذشته این سال رو زم کن. 2-3 سال همین خیلی زم کرده میباید، این معامله رحمه میبراید. قرض شرکتی تالکو را 250 میلیون بخشیدیم.
قرض شرکت برق تاجیک را 500 میلیون بخشیدیم. قرض بک صبر را 200 میلیون بخشیدیم، 230 میلیون بخشیدیم. تاجیک تلکام را بخشیدیم. خواجه احراری ولی خودی از کیسهشان به اینها قرض دادگی و اینها دادن نتوانستگی خواجه احراری ولی برآمده بخشیدن میگیرن. تو اول از دولت از مردم پرس که مردم خونی جگر شده برای آن که 10 سومک فایده بیارد در روز در تگی برف رفته، در تگی باران استاده، پوچکاش یخ کرده سودا میکند، تجارت میکند، به شما انداز میسپارد. از این انداز سپارنده پرسیده که این نهنگ ها قرضش بخشیده شود یا نه. اگر قرض اینها بخشیده میشدگی باشد چرا به صاحب کارا نمیگوید که قرض امساله شما بخشیده شد 50% شقلا؟ یا اقلا گفته نمیتونید که شما اندازه بدون چونه چرا میسپارید؟ نسپارید ما شما را جریمه میکنیم، دویم به سر شما میرویم. اما انشاءات ها را به جشن 30 سالگی و 35 سالگی شما ساخته ایستاده اید، به شما ما قرضی بفایز میدهیم. شما تنی قرض را میدهید، فایزش را دولت میدهد. گفته میتونید؟ نمیتونید. چرا او برق تاجیک شرکت تالکو با این دوچرنی کمپانیا هاش حق داشت است، به این مردم نداشت است؟ عدالت کجا شد؟ هر اینها یک شرکت های فایده بیارنده به دولت باشند، استحصالگر باشند، مثلا گریم که دولت فایدهشون بوی فایده به مشام مردم رفته رسیده ایستاده باشد. مایل از 1 سوم نیم سوم قرضدار شد بخشیده شود 1 میلیون سوم، نیم میلیون سوم، تا اینکه در سال آینده به خاطر این 1 میلیون سوم و 2 میلیون سوم از ترقی نماند. لیکن وقتی که 100 میلیون و 200 میلیون و 150 و 180 میلیون سومان یا دلار بخشیده می شود، پس این عدالت کجا شد؟ سیمیشکه فروش رفته بوغی میکنی، یک کمپری 80 ساله خانشین رفته برقش میبری، پول برق ندادی. گفته نه پول برق میدهد، فقط پسرش یا بچهش یا نویرش چی است؟ فعال سیاسی است. برای اون که او گپ نزند رفته برق خانه کمپری 80 ساله مثلا مومشه میبندی، قطع میکنی. میتونی. برای چی این نهنگ ها پول ملت نمیتین؟ پول معلومه نمیتین؟ پول دکتر نمیتین؟ اینها چون این جزا به اینها داده نمیشود؟ های دکتر، های معلم، وقتی که تو معاش کم میگیری 40% معاشت زیاد شد، گفته همگی 1000 سومون $100 برایت پول میتید دولت. پولی تو در کیسه شرکت تالکو است، پولی تو در کیسه بک صبور است، پولی تو در کیسه شرکت برق تاجیک است. در عموم گوییم پولی تو در کیسه امام علی رحمان و اهل اولادش است. جناب سیاست های خردمندانه گفته گشتی های معلم، های دکتر، های زیایی، این همه جنابت نان دهان کودکان تو را خورده شده است. این همه جنابت با همه یک تیمش تو را بیچاره کردگی است. اینها حاجت خانهشان با اونیتز طلایی است، پای افضال تو 2 سال 3 سال میشد دیگه نمیشد. های معلم
کاستومی 10 سال پیش خریده که پوشته گشتی گریباناش مرده رفتگی هر سال از حساب تو اینها فلان قدر میدوزدن از حساب نان دهان بچه های تو با همین تو هستی که اینها را جناب میکنی. مگر چنین نیست؟ بیک صبور گوش میکنیم. کولاب بیناهای وابسته به نزدیکان بیک صبور رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان. بعضی را ساخته به استفاده دادند، بعضی دیگر هنوز ناتمام است. تا این دم شکایت درباره صفت ناخوب خانه ها زیاد صدا داده است. رادیوی آزادی حجت را به دست آورد که مطابق آن 8 شرکت و بینای وابسته به نزدیکان بیک صبور تا آخر ماه ینور امسال زیاده از 2,600,000 سامانی پول برق را ندادند. اکثر قرض برق به نام کامل 2010 است. این شرکت به پسر بیک صبور سیاوش ظهورف تعلق دارد. مقامات قرض شرکت های وابسته به نزدیکان بیک صبور را شرح ندادند، ولی تصدیق کردند که قرض کارخانه و اهالی از برق میلیون ها سامانی را تشکیل می دهد. کوشش ها برای صحبت با مسئولان کامل 2010 بی نتیجه بود. بیک صبور نیز برای شرح موضوع دسترس نیست. بار اول نیست که قرض برق و انداز شرکت های زیر رهبری بیک صبور و کارخانه های وابسته به نزدیکانش را انگشت نما می کند. بهرام عنایت زاده رئیس سابق کولاب 3 سال پیش اعلان کرده بود که شرکت کامل 2010 زیاده از 4 میلیون سامانی از انداز قرضدار است. دیر نگذشته خودی بهرام عنایت زاده بازداشت و زندانی شد. بیک صبور رئیس خدمات علاقه در صحبت گفته است پول برق و انداز را در وقتش می سپارند و چنین مشکل وجود ندارد. ولی منتقدان میگویند نزدیکی به رئیس جمهور به بیک صبور و نزدیکانش اجازه داده است که پول برق و انداز را در وقتش نسپارند، در حالی که به گفته آنها سیم برق ساکنان برای قرضداری خرد زود بریده می شود. امروز تمام امکانیت‌های دولت رو استفاده می‌برند به منفعت‌های شخصی خود و تمام کارخانه‌های بزرگ صنعتی بزرگ که امروز در تاجیکستان کار فعالیت می‌کنند و آنها باید بودجه کشور را پر کنند و امروز متعلق هستند به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان و مشکلی کلان امروز پرشوی بودجه تاجیکستان نیست. از همین حساب است که و این باری گران می‌افتد به انا همون تجاران خرد و افراد و اشخاصی که تجارت بسیار خرد دارند به ذمه آنها به گردن آنها میافتد. در اداره برق کولاب میگویند نام قرضداران بزرگ را به دادستانی پیشنهاد خواهند کرد. معلوم نیست که شرکت های وابسته به پیوندان بیک صبور هم در این روی خط هستند یا نه. فهمیدید دوستان؟ فقط برای اینکه خون مردم رو مکی حق دکتر، حق معلم، حق زیایی، حق خدمتچی دولتی رو بخوری، هیچ کس دم نزند، همین بس است که بچت یگان دختر پرزیدنت سوار شدگی باشد. همین هم کار شد، همین هم گپ شد. شرم هست می آقای رئیس جمهور؟ حیا هست می؟ نخواد تا این حد یک انسان پست، یک انسانی که تمام رذالت به گردن گرفتگی است در رأس حکومت یک کشور باشد که مردمانش با فرهنگ و یعنی تاریخی قدیم افتخار دارند، با دانش و با ذکاوت
با اهل علمی خود افتخار دارند. نخواد همین ملتی که خوارزمی داشته است، سینا داشته است، رودکی داشته است، بخاری داشته است، عینی داشته است، روزش به همین آدم ماندگی باشد. به خاطر آنکه زندگی دختر رئیس جمهور زندگی آسایشته بدون غربت داشتگی باشند، تمام ملت قربانی زندگی آسایشته 6-7 دختر رئیس جمهور. این طرف بگردی این خدا، این طرف بگردی این خدا، اون طرف بگردی این خدا. بلای این خداها، بلای این مثلا گریم خسور بچه ها، دادرهای ینگه، تمام ملت موندگی. اگر این جنبه مسئله رو گیریم، ملت هم اونقدر سرکوب شده است، اونقدر سرخم شده است که گرفتاری، یعنی گروی زندگی به غربتی 6-7 ماده رئیس جمهور. انداز نمیسپرد، هیچ گپ نیست. زندگی اشتین باشد شد، نرسیتون و خدا نرس میدوزدد زیدن گرد رخشانه خفه نشود. پول مهاجرای میدوزدند، سپیتامین بانک و دوشنبه سیتی و میدوزدند. هیچ کار نمیکند، هیچ کار نمیکند. آزاده خفه نشود، حسن اسدالله خفه نشود، ینگه عزیز ما خفه نشوند. همین چی مضمون دارد؟ همین مناسبت با خداها چی مضمون دارد؟ مضمونش همین که رئیس جمهور ما زنکلانند. یعنی وای بچم، وای دخترم، وای شوتا گو، یا وای پدری شوهرت گو این خیلی دزدی نکند، من رئیس جمهور این کشورم، شما منو تگی پا نکنیتون، ملت زیدی من نخیزونیتون. گفته نمیتوند. ینگه میبیده دمتا بگیر، دخترم خانهش غربت نکن. میگوید تمام دمی رئیس جمهور گرفتگی میگردن دمی خیل. مگر همین طور نیست؟ خدا جان بک صبور، تاجیک تلکام در دستشان، تمام پرووایدرهای اینترنتی از اینها اینترنت رو میخرند، نرخ رو اینها معین میکنند، صورت رو اینها معین میکنند، گپ رو پرووایدرهای اینترنتی برای صورتی پست اینترنت با گپ رو از تاجیک تلکام از بک صبور پرووایدرها میشنوند. و خود پرووایدر رو حق بیتی رواد از خطای از قرقیزستان به نرخ ارزان اینترنت رو خریده و آورده در تاجیکستان تامین کند. حق ده؟ نه، حق نمیدهی. های بک صبور، برای چی ساختمانی تو در کولاب فلان میلیون از انداز قرضدار شده است، از برق قرضدار شده است، نمی سپاری؟
گفته میتونید می رئیس جمهور یا جنگتون بکند. همین اکثریت همین سلطات های زنکلون ها همین است. هی دخترم خونش غربت نکن، گپ نزن، هیچ کار نمیکند. هنگ بیاخلی کرده است هیچ کار نمیکند. میگود با همین که کلش خم میگردد مردکا. مایلشو آخر رئیس جمهور شما از حساب خودتون کنید ده. خونی مردم نمکیده. زنکلانی رو از حساب خودتون کنید. ملت چرا دارد به زنکلانی شما؟ که از حساب ملت شما شکم بیک صبر را پر میکنید، شکم شیرالی گل را پر میکنید، شکم یوسف رحمان را پر میکنید، شکم قاهر رسول زاده را پر میکنید. اینش در ایجا به فلان میلیون دلار خونه خریدگی پول از کجا بودن تعیینی ویش در اونجا انداز نمی سپارد. خونه های قطار بپوشد، پول از کجا بودن تعیینی. ملت به این زنکلانی شما چه ربط دارد آقای رئیس جمهور؟ یکی بیچاره بهرام اینایت تو گفته است که این بیک صبر انداز سپارد. چنان خانه رئیس جمهور غربت شده است که بیچاره بهرام اینایت رفته یافته آورده زندان کردن، ولی وای خلاص شد مرد. نمیدونم چی حال داشتگی باشد بیچاره. همین قدر گفت که بیک صبر قرض اندازه سپارد. همین در کجای این تاخیر دیدید شما؟ بیچاره برده زندانش کرده. تا به همون روزی که گفته بود بیک صبر قرض اندازه سپارد، در استرافشان چقدر شما به شما لازم باشد خونی مردم مکه دزدیده داده بود به شما. در همین پوشیدنی قلعه های و همین ها چقدر مبلغ دزدیده به شما داده بود. همین بهرام اینایتوف در استرافشان جیم بودید. در کلاب چقدر مبلغ های دزدیده به شما داد. جیم بودید. فقط همین قدر گفت که بیک صبر پول اندازه سپارد، تمام قهر شما برآمد. چون او دخترتان خانهش ناتین شد. یک بهرام اینایتوف می آمد از پدر من رئیس جمهور شوهر من شرکتش گاب میزده است، داده شوهر من شرکتش گاب میزده است. اینجا شهر بی دروازه می آمده بیانگه عزیز ما میگوید. بعد قبر گاب زدگی رو میکنن. همین هم دولت داری شد. این چی دولت داری است خودش؟ یک شهر بی دروازه. مهاجر از روسیه پول میفرستاند، پول او را به حساب سامانه درست کرده میدهید، درست کرده نه دزدیده میدهید یک قسم پولش را. از همین حساب شما قربی سامانه نگاه میدارید از حساب مهاجر. چندین مهاجر را زنگ زدن، گپ زدن، گفتن که ولی همینجا باشد گپ زنن، گفتن که همین حساب میکنیم، کتاب میکنیم، قرب ها را مینگریم. لیکن به تاجیکستان میرود باز از همون حسابی ما چقدر کم شده میرود. اکبر گپ زنید. اکبر میکروفونتون فعال کنید، گپ زنید. اخبار بوده است برآمده. این یعنی چی؟
خونی مردم ما کیدن. همین مهاجرت به جای کار تامین نمیکنید. رفته با چند خوری زوری پول کار میکند، به تاجیکستان میفرستاند تا به دست پیوندانش رسیدن با یک قسمتش رو شما میدزدید. قرب را به طور خودتون حساب میکنه. او بیچاره در اونجا از اینترنت میبیند که مثلا گریم فرض کردیم قرب سومانی 1000 روبل مثلا فرض میزند به اینترنت. منه حاضر یک چی کنیم؟ نگاه کنید تماشا بینان عزیز. نگرید. فرض کردیم می نویسد قرب سومانی با روبل میزند. فرض کردیم من قرب اسعار بانک ملی تاجیکستان برآمد. بیاید میبینیم من روسی رو میبینیم. من یورو مثلا گریم 11.70 بوده است. 100 یورو 1139 سومون و 70 درهم. انا کنون روسی رو میکنیم رفته روسی کنی روبل روسی 1000 روبل روسی چقدر میشود؟ 10,000 روبل روسی 1090 سومون. همین خیلی 10,000 روبل روسی 1090 سومون. اینو زده میبینند بعد به تاجیکستان میبیاد 900 سومون میتید. 10,000 فرستاند. باز بانک ها باز نرخ خودشون میمونند. در این میون بیچاره مهاجر غارت میشود. غارت بالای غارت کی غارت میشود؟ مهاجر غارت میشود. پس چی باید کرد؟ محمد گپ زنید. محمد تقایف. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکو چه شما خوب است؟ الحمدلله. الهی شما هم خوب صحت و سلامت باشید برادر عزیز. اما خوب اکو من چند وقت پیش اگر در یادتان باشه من گفتم شما بکی همینو پولای میدزدن. یاد دارید همینا؟ دارم. انا همونجا همون مثال همون وقت بود 128 سومون، اینا 118 سوم مردم به میدادن، 10 سومون میگرفتن سری هر 1000 روبل مردم بیچاره. حالا اونکه پولی که روان کردگیان در روسیه اونا دادگیان حق بانکا و بانک روسیه تاجیکستان تقسیم میکنن و یکو این پول مهاجرا روان که کردن هم در تاجیکستان. بله همون پول بانکای روسیه حقشون سراز میگیرن اونجا با همون تاجیکستان با عدل نمیشود این خودشون میدارن پولی تاجیکستان داشتگیشون عدل نمیکنن روان میکنن تاجیکستان همون فایز رو باید اونا به فایز همون پول رو گیرن از تاجیکستان. وقت از اونه که این بچه روان میکنن همون 1000 سومشون هم وقتی که من شما بگفته بودم 128 سومون بود اونا 118 میدادن مردم با 10 سوم با میگرفتن. حالا اون که 128 پوره تاجیکا پول دادگی هم پولی بانکا. من همون وقت اینا درک کرده بودم که اینو آشکار مردم غارت دارن که هم در روسیه پول میگیرن هم در تاجیکستان. حاضر
به نظر شما همین چگونه صورت میگیرد؟ یکم معلومات دارید؟ مثلا بگیریم در تاجیکستان هم تو اسیسابی فقط چی میگن؟ مثلا بگیریم اسیسابی کورس پول غارت میکنن یا باز کمیسی هم میگیرن؟ حساب کورس فهمیدید؟ اینا کورس با مردم فریب میکنن. همون کورسی که روسیه با هست، همون کورسی همون فویز روسیه اونا نمیتن تاجیکستان با. همون 10 سومه یا همه 7 سومه اکا کنکریت نمیزنن میگیرن به خدا. 7 سومونیه بلند بالا 10 میگیرن اینا. همه 7 سوم کمی کمش هر 1000 روبل تاجیکا با بانکای رحمانوف میگیرد با. همه خیلی اینا گروسنه اکا. همه خیلی نه رحم دارن نه شفقت دارن. سبحان الله اینا نمیدونم اینا از کدام دینن از کدام اولادن من نفهمیدم اکا. اینا یک ذره خون ما و شما رو ندارن. فهمیدید؟ اینا اگر یک ذره خون تاجیک می داشتن امروز ورانش پال نعتکس کرد. مردم گفت که 10 شویتان تاجیکستان کاربار دیگه ورانش به مردم تاجیک نمیکنن. فقط موندن راهروبی و چند پول میتد 30,000 سوم. پاتن 16,000 شده اکا. یک خیلی منطقه روسیه با. اکنون شما حساب کنید و بیچاره همون 30-40 هزاره که راهروبی میگیرد پاتن بدهد، جای خواب بدهد و یا غذا خرد. چیکار کند اون بیچاره؟ آن همون راهروب هم میگریزد پگه اونجا با حساب میکنه هیچی نیست. هم ورانش به 3 نمود کار مونده راهروبی، توالت شویی بخشش با یک چیز دیگر. اما حاضی من گوش کردم اشون نمیرسد که مثلا گریم در روسیه مثلا پول روسیه فرض کردیم 10,000 روبل روسی میتیند. در تاجیکستان 1090 سومونی میشده است. در تاجیکستان به فکرم اینها پول روسیه به صاحب پول به سومونی میفروشند به حساب سومونی. و شما با روسی نمیتن اونجا با؟ بله همین خیلی میکنند. شما اونجا با شما با 900 سوم مثلا 1090 سومونی معین کردگی هست. 10,000 روبل روسی 1090 سومونی. اگه شما نگاه کنید که 1000 سومونی انا 1090 سومونی گیم نگاه کنید 1090 سومونی 10,137 میشده است. فهمیدید؟ در تاجیکستان به جای اون که مثلا گریم 1137 سومونی تیند، اینها میروند 1090 سومونی میتیند. در همین جا از سری 10,000 تقریبا 50 سومون نیست. آخه همین 10 سومش نمیگوید اکا 10 سومش. حاضر شفیه رو به 10 سومون نتید شما مفرار از تنافکه بکی تو پولا کم دادی گفته. بله. اما 10 سومونش نمیگوید و 45. فهمیده؟ یک بقلاشکر روغنی 3 لیتره میشود. اما بیچاره هم پدر و مادر مهاجر 1 ماه افکار میکنه. برادر میتونید گشته وارد شوید. من یک چی کالکولاتور است. این بسیار کالکولاتور خوب است. نامش کالکولاتور 838 است. کانورتر ولیوت میگوید. من خودم بیشتر استفاده میکنم از این. همین خیلی گردونیدم نشون میتید. در اینجا مثلا اگر کورسی تاجیکی چند پول بودنشه به روبل روسی زدن خواستید نشون میتید. از روی حسابی سنترالنی بانک روسیسکوی فدراسی بانک مرکزی فدراسی روسیه نشون میتید از روی حسابش. بعد اینجا خودتون هم حساب کرده میبرید. دینامیک چوشه حساب کرده میبرید. بسیار چی خوب است. هم کالکولاتور چی دارد.
دینامیک بیرژوی کورس آف والیوت سومونی به روبل در 36 ساعت اخیر دینامیک نشون میدهد. کورسی معین کردگی مثال بگیریم سنترال بانک نشون میدهد برای امروز بیرژه های نشون میدهد. بسیار چیز خوب است. اینجا نگاه کنید سومونی مثال بگیریم 1090 سومونی که اینجا بانک ملی تاجیکستان نشان داده است 10,137 روبل و 28 کپیک میشده است. اکنون همینه میگردانیم 10,000 گوییم 10,000 روبل روسی 1090 سومونی و 10,000 روبل روسی اکنون اینجا 1075 سومونی میشده است. فهمیدید دوستان عزیز؟ و در همین گردش یعنی از حساب این که بازگشته به خودمون پول خودمون رو میفروشند، یعنی وقتی که ما با تاجیکستان پول رو فرستوندیم پول خودمون رو محمد گپ زنید پول خودمون رو این بدبختا بازگشته به خودمون میفروشند. از همه کاری چستی میکردگیشون همین است که چستی کار میکردگیشون همین است که پول خودمون رو گشته به خودمون میفروشند. ما روسی فرستونده بودیم روسی نمیدهند یعنی به ما پول خودمون رو گرفته به ما سومونی میفروشند. فهمیده شدید؟ پول خودمون رو به خودمون میفروشند. در همین جا یعنی به صاحب پول خودش رو میفروشد. اینا همه اگر همین حقیقی کار میکردگیش در همین جای خودش چقدر نیرنگ دارن. لیکن اینها همین یک پیرمرد به من زنگ زد نمیگیرید خلاص از چند کس قرض گرفته چی دگواری یعنی شرطنامه خواندن بچه‌ش از روسیه فرستونده است. مسافید بیچاره میگه در خونه کار نیست، میگه از چند نفر قرض گرفته بود کرده فرستونده، میگه تا همین سال 90 نسپاری سکریچتت میکنیم یعنی از دانشگاه صورت میکنیم. گفتم بیچاره جمع کرده فرستونده است نرسیده است پولش. همین قدر فرستونید ما پول شرطنامه خواندن شرطنامه دانشگاه داده میتونیم گفته است. فرستونه در اونجا کنورتاسیون کرده از بانک یک پولی کلان نرسیده است. تا این حد دزدی، تا این حد خونی مردم مکیدن. اقلا پول مردم پول خودش به خودش نفروشید. روسی فرستون روسی ته در کجا خواهد عوض کرده میگیره. تمام توی هم خلاص دیگر هم خلاص. برای چی خونی مردم میمکی؟ این خونی مردم که میمکن با اولاد رئیس جمهور در کجا یگان سوم همین خیل درآمد میشدگی باشد همه رو مثل همین زرپیچک پیچونده گرفتگی هستن. محمد گپ زنید بعد چی میکنم من؟ بله اکو اینها ما همون مقصدی ما همون روز همین بود که اینها همون پول میفروشن. همین من فراموش کردم که گویم همون پول تاجیکیه پول روسیه تاجیکی با عوض کردن میفروشن نمیتن. وقت از اون که دیها آنها میرن بازار میدراین همون 128 سوم علیش میکنه همون ولی چیکو ولی نه که بانک با فقط شما با پول تاجیکی میتید روسی نمیتید. فهمیدید؟ اینقدر دزدی اینقدر غارت همه پولی مردم همنا غارت میکنن. همونا یک همون زال باشتن پیش هم رحمان و فیار رنگ و نموداشون بینید سبحان الله از حرام خوردن چه خیل گشنه افتاشون اکو اینها کو با دومی شیر بازی دارن. این مردم فردا همش راسته سور کنه این مردم نان میپوسد فرزندش جای کار در کار اونجا با شکمی فرزندش باید سیر کنه.
گروسنه با شیر جنگیده است به نام الله اینا یکو بدار می آویزن. این مردم توجیک همه خیلی میگن ترسانچک این گپا دروغ همش. این مردم پربردار همکو صبر دوراندیش صبر میکنن. مثلا گریب دوراندیش است و ترسانچک؟ دوراندیش هستن ترسانچک نیستن مردم توجیک. مردم توجیک اگه ترسانچک میبودن حاضر همه عذاب دادوسن در وقت رسیه ترک میکردن. میدونن که تاجیکستان به نان خوردن نیست، مجبور بیچاره ایستادن. فهمیدید؟ نه که اینکه سخت گیرد اونجا به نوع کار کردن میتونن رنگ یک بانج گویم بخشش همون پول کار کردگش فقط حکومت روسیه میتد خودش رنگ بانج میشود و همون پدر و مادر و زن فرزندش هیچ چیز فرزانده نمیتونه. مجبور کردن که روسیه هم خیلی مجبور کردن که تاجیکا روسیه رو ترک کنن نکو. فهمیدید؟ کارهای نغز دستافکه تاکسیه همه چیزای نغزه کشیده گیرتن ورانش به همین روز. فقط راهروبی موندن حاجتخانه دیگر و دیگر تمام. آن کارهایی که موندن پول صحت کار نمیکنه. و همه خاطر مردم تاجیک اگر برگردن وضعیت اینو چطور میشد از پوچک بینوشون میبرد همون پولایی که همون سامانی دادن و پولی مردم خوردن حقشانه. آوازتون نیست اکو اینجا دوستان عزیز میتونید به واتساپ زنگ زنید. من همینجا صحبتم رو تمام کردم. اگر شما زنگ نزدید برنامه رو با آخر میرسونیم. زنگ زدید حتما صحبت میکنیم. میتونید به واتساپ زنگ بزنید، میتونید به توسط استریم یارد وارد شوید. من لینکی وارد شدن به استودیو رو در چت یوتیوب موندم، میتونید توسط آن وارد شوید و صحبت کنید. برادر محمد، حالا همه در شبکه‌های اجتماعی حاضر یک نفر زنگ زده ایستادن از واتساپ. من یک سوال دارم به شما، حاضر بعد از زنگ چی میکنیم؟ الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید. اینجا سینکای شوکت. تشکر به شما. صبح برنامه خوب اکا جان تحلیل کردین. این همه چیزی که شما مثلا تحلیل کردین برو واردین خیلی بگو همه خویده و دادن مردم موندنش که هم خیلی هم مردم بگیره همین را قرد کنن. بله. تا با تمام صنعتش که اینای چقدر اینای میلیون سامانش داشت بخشی دیگر و دیگر بخشی همین ماشده سوچ خیلی پلو را میدزدن. مثلا حتی باید نمی پولی مهاجر را چه میدزدن. بهترین اکا شوکت بهترین خدا کنه که مردم بفهمه آخی مردم میفهمه و بازی همی اکا محمد هم گفت که مردم میترسه یا که دورنده شن. به نظر شما چی است؟ به نظر شما چی است؟ مردم ترسانچک است یا دوراندیش است؟ من بگم اکا جان بگوید. واقعا اکا مردم یک سر میترسه ایرا پویشیدن در کورکا یک سرش سخت میترسه و یک سرش همون دون میگه دیو یک پس رحمانوف کی های دیگه اکا میگه که رحمانوف خدا های بخی پس رحمانوف کی میگه ابو یک سر دیگه نمیترسه دیگه اکا هست برای نمیترسیدن باید هم بدون کردن در کروخی. بله تشکر. واقعا با مردم کار کردن مرکور اما پیش میترسیم از دیگر با بوم اکای شوکت بده دیگه وزی تماما ترس نیست. زنده باشد. ترسیدن عموما ترکن نیست. بعد اکای شوکت یک مسئله دیگه برنامه خوب داریم همین که استاد کتبی بیارین شما هم سوالای تاریخ
راست که میتین شده کجان هم سوالو را بیاین یکم سوال بتین هم استاد کبیره فرد که ایتیموز بایش بکنیم اکا معلش کوشش میکنیم هفته آینده اگر یکان برنامه دیگر نداشته باشند دعوت کنیم. بله سوال مهم بتین اکا شاکش ما همین سوالی دیده مثال ما همین داری اهمیت میتونم همین سوال نه ترسیده مطلب ولی سوال میتین گم نیست اکا شاکش زنده و سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز، زنده باشید. نفرایی که به واتساپ زنگ زده سوده بدید هنگام صحبت کردن این برادر میتونید زنگ زنید، واتساپ خالی شد. محمد تقایف، من به شما سوالم این است که حالا شما در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در فیسبوک خیلی با یک لحن شدید جانب تاجیکستان سخن میکنید و خلاصتون این است که بیشتر من همین خیل نتیجه گیری کردم که خلاصتون این است که با این همین خیل چیها نمی شود و محمد تقایف رفتن بیرون شدن وارد شدن چی میکنیم. لاری توماس گپ زنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من گفتنیم که مردم تاجیک پرطاقت نیست. مردم تاجیک پوزغفت بهوارن، خودکش بهوار پرستن. برای که ما همین 32 سال 33 سال در فقط پدر و مادرمون نصیحت موقعیان که بچه‌م سر تخم که سری خمش همیشه میبرم بچه‌م همین شکرانه یک کانون یا قصه موقع بچه‌م هیچ جدا کار نگید بچه‌م خیکو بچه‌م سر تا نان تخص سر تمام خورم میگن چه درو سر تمام خورم سری خم شمشیر نبریده است؟ یا تکان نان تخص بدرو سر تمام خدا بگو خورم همه خیلی بگم برای همه توجیه کم کشدگی هایی که غلومی در تن دادگی هایی اگر گوشم برن اگر من نمیدونم بدر سرش کنم بطریزه میدرویه اوژه ناموس موندگی نیست خفه نشم ولی گفتی رو پرسته وقت کش بگونه که دسته میرم در اون طرف افغانستان در طرف سوریه دو نمیدونم در کجا جانشون فیدو میکنن برای بگونه در اوکراین خوش اومد بود تاجیکی خودش بیچاره حالی زور داره نانی خوردن نداره ایمو سرکو جمع میکنه میخره برای خوره یوردن نمیکنن و تاجیکستان به پیش گفته اوکراین از جمع کرده بسپلات نیکه قورستان نیکه همه خیلی خریده دادشن خوش اومد بود ملت خوش اومد بود شدگی ملت چوپلوس شدگی و درجه چوپلوس که همه چشماش خواب میپیشه و چه زبرای گفتم میگیره خیلی خودش عقلش نمیگیره که تو یک بار گرد کپوت نگه تو چه ما ملت سربلنده ما ایشلیم بایدش میگه توجیک باید بو پرگردنی شدید او گیمپای قدی راه شده میپرسن که توبه کنم خدا اسماعیل سومونی نمیدونن که اوخی بو اوست بو اوخی خونده سیم بو او پدر مادر او در او تا همه فرزند تا بکش که همه فرزند که عقل خوندن داره خوندن داره با همون پولش را مصرف کرده همون مکتبوی امون تبک همین اول این پدر مادر مو فرزند را بیسواد میکنه پدر مادر مو میکنه چوپلوس من نمیدونم تو دایوس و تو ترسونچاک و تو مرغ و تو خودکش بیگونه پرست میکنم پدر مادر مو میکنه ای پدر مادر خودمونه روی دست گردوندن یک دیکتاتور یک تراکتورچی 4 تا بیسوادی در مردم همین ما انمو خلقی خفه نشن گفت ایراد
انا مو خلق کلاب انا جنابی اولی خیلی انا اتیا وقتی که تو جنابی اولی سواد نداره جنابی اولی تو ملتش شرمنده کردن جمشید مونم کردن روشن مونم کردن تروریست مونم کردن همه کار میکنن این خیلی من نمیدونم یا خیلی کلمشدگی هم چی فکر میکنن همین روزای درست یا که همون آها کدو دونم تلویزیون را میکنن بگم همون تاکیوشون کلولا عقلشون یوان چیرانه میگیرن یا که خودشون به هم خیلی گالوگی میزنن و میگن دورکم لیخ چیزی یا این دیونگی گالوگی خطی بی او بیروگی خطی شایطوگی خطی اینمی یا وقتایی دریا داریم خیلی خطی دنیا را حرام کردن تاجیکستان هم ایران گروهی همه خیلی فرقان بزرگ و اگر ملت بناموس میشد اون قرقیزستان 50 به 50 وطن ما را گرفت تقسیم کرد یک جنرالش نمیبره گوه که ای چی کار کردی گفت زن یمون تش گرده نداره در دستش آفتمت هم هسته در دستش قورستون هم هسته جنرالی وست لشکر در تای دستش توبه کرد خدا همین وست لشکر در یوسه و خدا همه خیلی در یوسه اگر یک از سالدن دمونشون اگر اول برویه اوی از سالدن هیچ کار کرده نمیتونه نجم همه خیلی هم برای همین من بخشی برمید این ملت نشدیم این ملت مورا اگر این دیکتاتور همون پوتین گیره باید اون تایی دیگه برن که همین تپک مونن میمونن نمونن توجه که ما یکم کار کرده نمیتونن یکم کار یک هنر دارن روحاشون رو میپشونن میبروین چارزانو میکنن میشینن آنهایی ما میگویم ولی ما دولت اسلامی میکنیم اتفاق تقام میشو روز جوری در من میدونم اصلا در من دست ششکی آونا را خورده گشته چی برمده گب میزنی رو چی بمبر برای دم دید همین نباش در همین روی دیگه همین نبینیم و سه توجیکی گم نزن نومی توجیکستان نگه همین خیلی آدم خب بیا در سرای کوهوی قمسانگیر گپ زن این لبی دریا گذشته گپ زن اقلا سرحد بیا گپ زن توبه کردم خدا همین خیال میکنم که امام تپک در طول سرسان همه خیلی رنگ آورا واری پرواز کرده سای درجه اگر من این گفت زدم فیگر کردم ترسم حتی درنش سرحد بوده یا بچه ایچی نگفت من واره چون شونم حالا نظر شما همچه یک مادر همچه یک خواهر این بچه هایی که حالا در سوریه هستن مثلا گریم رتبه های حربی گرفتن یعنی در غلبه یعنی مخالفای سوریه شریک بودن نظر شما چی است شاید اینها اکنون بیان به تاجیکستان در تاجیکستان مثلا گریم با تجربه نه او هیچ جا هم نمیدیوید او هیچ جا هم نمیدیوید او چه ای بخشان اصلا ای امام تپک میکنن میگو ما ملت خودکشی بگونن پرسته ما نه نمیدیم در خونه مردم کار کنیم ما نه نمیدیم مردم در طور سر نخوجنین باشه خودکشی بگونن پرسته او یگون کار نمیکنه او همون پگونا را گیریم خونه رو در میکنه تو روز یگون با سوریگی نکششه یا که یگون پستاش نکنه یا که من نمیدونم چند پیامو وظیفه را کار میکنه اون قبول کردن یعنی او برای من نیکتا ازوات دیگه من خیلی آدم را حرمت نمیکنم مرد آدمی که وطنی که سرحدی که پشتگونی میکنه وطنش فروخته استیان و او یک دیگهش دودرش مرد همونجا من اگر فرزندی پدری من برم برای ملکی بگونه خچه غریب کنم من بزدارم شهید کنه و کشه قربانی کنم من بزدارم ایتالی فرزندی پدر من نه اپگوه نه من یاد کنم من ایتالی فرزندی پدر ندارم پس کرده من دودر شما حضور در تاجیکستان نیستم من در اروپا آمدگی هستم از اینجا همین از دستم آمدگی کار همین یکم وقتی خولمه میوبم 4 کلمه با مردم صحبت میکنم چیکار کنم باید حضور همین به نظر شما امو خواهم میکنی خدا را شکر خدا سفتانه بسیار کنم من میگم شما من میگم چه زورون میبرون داد و فراد میکنم
وای من بعد این اینترنت این داریوسا رو ببینم برای نزان سویت داره نه بخی کودکش مکتبی حلال داره نه مادرش پنسیه حلال داره 120 سومونی پنسیه نگیره میبروید ما جناب اولی لشکروش ما اسلیه ما سری کارشونه ما آماده اوخه میبینی شکو پیرخنگی دوریه نگه موزگوش خوریه گفزنی اون آقا من میبینم که خدا میگم تو چوه منو توجیه کردن من همه رو که بخلا یا سیگنم میکرد یا اون نفته دیگر میکرد من میگم پرون نداشتم نگه همه میبینم همه رو اوخی همه شهر نمیداشته باشن نخو زور کن باید کانگورات باید توجیه هم نیست خدا میدانه تو روز قدر معلوم نیست باید اولاد نرسه زور کن باید گل سبود نرسه حالا مثلا انا فرض کردیم یک مردم یک حرکتی یعنی تغییر حالت در تاجیکستان رو یعنی یک همین تصمیم روی دست گرفت شما در کجای همین تصمیم خواهید بود شما شخصا مثلا من که بدونتون رو نمیشناسم در کجا بدونتون رو نمیدونم فقط همین قدر دونستم میخوام که یک زن یک مادری تاجیک خودش رو در کجای این مثلا گریم چی میبیند در کجای این مبارزه میبیند مثلا همه رو سر شد شما در کجای همین مبارزه هستید من در آسیا هم در سوچیوم اگر مبارزه هم شود من هر یک شد خبر دارم که در خونی منطقه تشنه یکمش خدا توفیق شون که اگر انقلاب شود بجا نشوم بروید هر خدا خودشون میدونن خدای طور سرشون نامود شد یکمش دویمش که من چند قیز زور میرسه در همین مبارزه یورده میکنم میبرم گم میزنم اگر در تاجیکستان باشم یکی من اون تاجیکستان همین انقلاب سر شود به نام خدا همین لوبای سگ همون را همون همه کتان دندانان قطع رگی گردنش همه کنم بپردم مایلی مرا شینونن اون او چاپلوس های هستن اون او آرکون میگه من تاجیکستان در امام علی بخشیدگی و محاضده شا آینده شا بود شایدی هم مرا گرفتگی بخشیدگی ملت 10 میلیون بخشیدگی او در دستی من غلطم کو من آرکو این همه دهنشون تا دلیتشون میدن من دستون فدید من شینونم من اگوان که تو کشی نه کشی میگم اکت من برای شینونم من ارزو دارم که یک چاپلوس در و پروی من غلطه من چشمایم دلش همه کنم در کفی دستش میگه این من یاد دارم همه این چی ها همه این درد و علم به شما از کجا جمع شدگی است من امام علی فرزند پدرم از ظلم کرده نه پدر و مادر من از ظلم کرده یک ما ضرر امام علی دیدگی نیستم ضرر ما اینمی که سیل مونمی که معاش مونمی که وطن مونا فروختن ملت خود دارد مفروض اینمی ملت پوتین را فروختن و وطن قرغیزستان و خیتای را فروختن در دل من این پیغامی خدا اگر چی کم نیستم پاسپورت خارجی هم داریم هر یکمون ای تاجیکای که من ازبکستان ای تاجیکستان هم دارم ما یک مشکلی نداریم خدا نشان ندهد خیلی آدما را خداوند خودش نگه می‌دارد خیلی آدما همیشه اینمی من چون کنم پیش راهش شده نیکی من گفتم تاپ دیدگی نیستم نه من حفظ مکتب کردگی نه من زمین نگرفتگی نه من پدر و مادر مثلا کردگی هیچ کوکرگی نیست ضرر شده من رفتگی نیست نیکی ضرر در ملت من در وطن من است این همون خواستم من کردم از عبدالله من میترسم که آینده کودکای من در تاجیکستان در دست خشتمانم من میترسم که آینده فرزندای من لاگرای خیتای نرود من خیلی فکر میکنم
من میپرسیم که آینده من نمیدونم این گوش بریدست یعنی این خیلی کردست آینده این ملت من نمیدونم تاجیکستان آخیر از شما را چی کنم همه حرفتن عبیدتون تاجیکستان خطای میگیرن این قرض بینو این قرض بینو حالی با این 2025 حالی ما نمیده کمیره دعوی میتیم در خطای میتیم بله قرض گرفته اولاد چند میلیونیر کردیسن من دیگم برای انا این ملت بسوزن اگر برای پروردگار یک پرابلم ندارم این همی خواهیم خدای من تشکر زیاد اپی شیرین زنده باشید سلامت باشید سلامت باشه خدا زنده نگهدار باشید در پناه خدا سلامت باشید حالا بسیار گپ‌های آموزنده گفتن این خواهر چی گفتن شما دشمن شاتگونه هستیم یا بیگانه پرور هستیم با جوانانی که در سوریه رفتند و در اونجا مثلا گریم برای مخالفانش کمک کردن با اونها ایراد گرفتند با اونهایی که برویشان مثلا گریم لطه بسته لطه سیاه بسته گپ زده امام رحمان رو تهدید کردن حالا ما بسری تو می بیاییم گفته تهدید کردن با اونها ایراد گرفتن گفتن که شما هیچ چیز نیستید اقلا جرأت کرده نمیتونید که رویتون رو کشوده گپ زنید شما چی کار میکنید ایراد گرفتن با آنها حالا من منتظر میمانم که به این خواهر هم دوستان از که در سوریه هستن چه جواب داشتگی باشن تا کی ما آنها را انتظار شویم یا تمام رسالتتان به آخر رسید یا اینکه دری بختتان کشوده شد به من نه به همین خواهر لطفا جواب دید کسایی که میبوید برو مثلا گریم لطه کشیده در دست کلاشنیکوف گپ میزنید گرانتمیوت پولمیوت گپ میزنید لیکن در سر رو لطه کشیدگی تو چی حد همون در دست کلاشنیکوف گرفتن و به سر رو لطه کشیدن شما به منطق جوانمردی و ناترسی شما شجاعت و جسارت شما دلالت میکند یا این سوال این است که دوستان نفرانی که در سوریه هستید حالا حکومت 400 نفر گفته شده است طبق بعضی خبرها مثلا گریم شاید 4-5 هزار باشید نقشهتان چی است این مادر پرسیده شده است شما را ملامت میکند هم وقتهای آخر میبرامدید از نقشهتان درباره تاجیکستان گپ میزدید که درباره تاجیکستان فکر اندیشتان چی است چی باید کرد و می شود که مثل انمی سوریه بدون یک خشونت افزاینده گفتی روسا بدون پتیری زیاد در تاجیکستان همین سیناری رو استفاده برد که مثال گریم خیلی که مثال در سوریه شما رفته در 11 روز دولت رو بدون خرابکاری بدون ویرانکاری بدون کشتار قتل اضافگی قدرت رو از مستبد ظالم گرفتید و همین گونه سیناری در تاجیکستان شدنش ممکن نظر شما چی است شما که این تجربه رو گرفتید و من که نه اونقدر شاید چی باشد لیکن این مادر جواب شما را انتظار است این مادر نه به جسارت شما باور دارد نه به شجاعت شما باور دارد میگوید که
اینها بیگانه پرورند، برای وطن خودشون هیچ کار نمیکنند، میرن در وطن بیگانه پیش میکنند. لیکن برای من معلوم است شما برای چی این کار رو کردید. یک نفری که مثلا کمتر دین دیانت رو میفهمد این چیز معلوم است، لیکن به همه ملت فقط همین بس نیست که شما در اونجا هستید و هیچ چی نمیگوید. باید به این سوال ملت جواب داده باشید. حالا چند وقتی نو به همین اروپا مهاجران پناهندگان تاجیک آمده بودند، از رهبری سر کرده تا دیگرها 1 سال 2 سال خاموش ماندند، یعنی در حالت شاق قرار داشتند، خاموش ماندند. در ملت سوال ها بسیار شد و از رهبریت مخالفین سر کرده و دیگر نفران فعال سیاسی که به اروپا پناهنده شدند و ایستا ایستا برآمدند، روبروی ملت ایستادند، به وضعیت خود ملت را شناس کردند و گفتند که همیشه در فکرشان این است که باید رفت زندانیان را آزاد کرد و تاجیکستان را از این مستبدان ظالمان باید نجات داد. و در من بعدش هر چیزی که در سرشان هست، هر برنامه‌ای که دارن برآمده گفته ایستادن، مبادا سستی کنن. در گرد اطراف نفران پیدا شده ایستادن که با اظهار نگرانی برآمده گفته ایستادن شما کارتان معقول نشده ایستاده است، سست کار کرده ایستادید، باید بیشتر کار میکردید، تیزتر به تاجیکستان برمیگشتیم. لیکن بچه‌هایی که در سوریه هستید و یا که بچه‌هایی که در افغانستان هستید، مثلا در دستتان مثلا گریم سلاح صحبت میکنید، هر چیز شعار میپرتوید، اگر همین دوستانی که حالا به همه مخالفانی که در اروپا هستند دو سختگیری میکنند، میگویند این کار شما نشد، کی تاجیکستان برمیگردیم یا کی تاجیکستان برگشتنی هستیم، همین سوال ها به شما داده شد، جواب شما چی است؟ خوب میشد به این سوال جواب میگفتید. حالا دوستان عزیز، همینجا من برنامه رو به اتمام میرسونم. 600 نفر، زیاده از 600 نفر ما رو تماشا میکنن. به همین شما 600 نفر مراجعت من این است که لطفاً در پدریتا کردن فعال باشید. از شما خواهش میکنم که همین 600 نفر کسانی که به پیام تیوی آبونه شدگی نیستید لطفاً آبونه شوید. کسایی که تگمه لایک رو پخش کردگی نیستید لطفاً تگمه لایک رو پخش کنید. اقلاً به 1 نفر دوستتان سیلکه برنامه رو فرستونید. اقلاً برای 1 نفر دوستتان. ما کوشش میکنیم که در برنامه از درد و داغ ملت گفته شود و آگاهانیده شود. اگر شما ندانید که دزد خانهتان کی است، او دزد با می بیاید به خانهتان باز می دزدد. برای آن که یک بار خانهتان دزدیده شد، از دیگر باره دزدیده شدن پیشگیری کنید. حتما آن دزد را باید بیابید و جزایش را بدهید. دزد باید افشا شود، آشکار شود، وگرنه شما از دزد نجات نمییابید. حالا شما تصور کنید یک بزغاله را دزدد، به میلیسه میفرایید، میگوید بزغاله ما دزدید، این دزدیده رفت، من شناختم، پیشونش قشقا بود، امین خیل. او بیچاره میبرید 5 سال میشینونید. این دزدانی که ما نامبر کرده ایستادیم روی مردم، این دوستهایی که ما به شما گفته ایستادیم، این دوستها وای اگر وای دوست در عمرش 1 بار بزغاله شما دزدیده باشد، این دوستها خانهش در شما را دزدیده ایستادند.
نان دهان فرزندان شما را هر روزه میدزدند. هر نفسی که شما میکشید از نان دهان فرزندان شما اینها دزدیده شدند. شما وقتی که به مغازه می روید یک چیز خریداری میکنید، نیمی از همین پول رو به کیسه همینا خسته شدید. اگر اینها نباشن، این مستبدان نباشن، شما میتونستید به نیمی همین نرخش او مال رو خریداری کنید، بر رو خریداری کنید، خوراکواری رو خریداری کنید. لیکن همین ها هستند که به کیسه شما چشم الا کردگی هستند. همین ها نباشند، شما به بانک نیمی از پول پیوندانتان از روسیه فرستادگی رو به بانک مانده نمیبیوید. به بانک مانده نمیبیوید. در بانک پول شما رو گرفته به همین اژدهارها میفرستانند، به همین اژدهارها میدهند. صاحب پول های شما وقتی که شما از روسیه به تاجیکستان میفرستانید پول را، صاحب پول های شما همین ها میشوند. همین ها میدونند که همین پولی که از روسیه به تاجیکستان آمد تا تین آخرینش شما به همین ها میتید. از تاجیکستان بیرون نمیبراید. در تاجیکستان شما هر چی خریدید، یک قوطی گوگل خریدید، پولش پولی همین ها است. فهمیده شدید؟ در تاجیکستان شما یک گوش کاوک خریدید، پولش پولی همین دزدها است. باید اندیشه کنید. وای صاحب کاران، دیده استودید 2000 سومان پول ماهانه انداز صاحب کاریت است. بعضی وقت میبیاید به تو ماه دکبر، ماه سپتامبر این طرف میبیاید به پیشت سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دکبر میبیاید میگوید سال 2025 اندازش سپار پوره پیش پرداخت کن. تو فایده میکنی، ضرر میکنی، به اینها فرق ندارد، باید پیش پرداخت کنی. اما اینها از این نهنگ ها حتی به برنامه ستانیدن انداز این نهنگ ها رو وارد نمیکنند. نه بیگ صبور هست در اونجا، نه حسن اسدالله زاده است، نه شرکت برق تاجیک هست، نیستن اینها. حتی در برنامهشون، در برنامه ستانیدن انداز تو 2000 نسپاریدیم اومده به مغازه داد میزند اندازه نسپاریده گفته. الیمنت ندادی گفته سپراوکه نمیتید. الیمنت ندادی گفته پرواز کردن نمیمونه به روسیه. قاعده برآوردگان، قانون برآوردگان. 50 سومون، 1000 سومون الیمنت ندادی گفته آخه تو جای کار نمیدهی. و همین الیمنت از کجا کار کرده میدهید که تو رو پرواز کردن نمیمونی؟ الیمنت نتیاد از تاجیکستان نروه. اندوز نتیاد در شرکت تلکوی رفته بند، دیگی زواد الومینیوم میفروشد. کار میکند نمیکند. سمالیات های به پولی خب اکسی سهمیه روغن خریدگی سومونعی را میفروشد. حسن اسدالله زاده تیاد پولی برق تیاد، پولی انداز تیاد آخر. من برای همین دوستان عزیز ما باید چشم کشویم. ما باید دزد رو بشناسیم. همه در سابق ما امپیری داشتیم، امپیری فارس. همین امپیری قومتش راست به چی بود؟ تا آمد به دست یک زنک گذشت و فرمای امپیری یک زنک شد که همه فرمان از توسط او میشد. ما امپیری داشتیم.
ایمپری با آرمی زنده بود. چشم تمام دولت ها از ایمپری ما از همون آرمیمون میترسید، از حربیمون میترسید. یعنی که مادر فارس، مادر تاجیک در راه حفظ وطن برای قربان شدن فرزندش آماده بود. امروز هم دوستان عزیز ما از ابله یک تا بچه‌مون میگیریم، حالا به این مثلا گریم در خدمت حربی وفات کردگی ها یا که قربان شدگی ها، همین یک بار نیم بار در سرحد جنگ شد، یک بار نیم بار در این سرحد قرقیزستان افغانستان، یک بار نیم بار عملیات های حربی، عملیات های ضد تروریستی گذراندن. در این تقریبا بعد از جنگ شهروندی همه وفات کردگی رو جمع کنید هزار نفر نمی شود یا 500 نفر نمی شود در خدمت حربی. لیکن 13,000 نفر به خدمت حربی دعوت می شود، 600,000 نفر از خدمت حربی گریز داریم. 600,000 از خدمت حربی گریز است در تاجیکستان. 600,000 تصور میکنید؟ حالا نگاه کنید دوستان عزیز، از همین یک چیزی عجایب است. چرا یک محیطی از خدمت حربی گریز به میان آمدگی است؟ چرا یک محیطی از خدمت حربی گریز در تاجیکستان حکم فرما است؟ سالیان سال 13,000 همگی ما چی داریم؟ یعنی آرمی تاجیکستان همگی 13 نفر است. 800,000 نفر قابل خدمت حربی است. از داخل این 600,000 نفر علاوه فهمگی 13,000 نفر خدمت حربی می روند و خلاص. لیکن انا همین روحیه‌ای از علاوه گریزی به میان آوردگی هستند. برای آن که با انا همین روحیه‌ای مثلا گریم زده کوفته ماشین بار کرده، روده هاش کشاله کرده، از بین مردم بلگتاش به درون ماشین یعنی تیله داده میگیرن، واهمه کرده میبرن، دیگرو میگیری از رسیه میرود. انا همین روحیه که برای چی مردم داشته شدن؟ برای اینکه به یک بارگی با ان همین خیل نمایش های وحشت انگیز و دهشت انگیز به یک بارگی دهشت در دل مردم جای میکنن. این مردم فکری مثلا گریم حربی، فکری جسارت، فکری شجاعت کردن، مردانگی نشون دادن از یاد و هوشش می رود. همین این چیها از 600,000 13,000 مثلا گریم جلب کردن به خدمت حربی برای یک دولت مشکل است نیست. بدون همین ابله ها میتوانند اینو پر کنند. فقط این یک سپکتاکل است. این یک مسحکه ترساندن چشم مردم است که شما انمی خیل ترسانچک شوید، 2 نفرتون رو همین خیل میکند، 1000 نفرتون بلیت میگیرید، همون سهر خسته میبروید. یک ماه و 2 ماه پیش از اعلان دعوت خدمت حربی بهارانه و تیرماخونش گریز بلیت سر میشد. باز اینها همین تجارت است برادران عزیز. بلیت قیمت میکنند، 2 برابر میکنند. تا روزی بلا سر شدن باید گریزی بروید، به هر قیمت نباشد باید بلیت خری، بلیت سمالیات است، پاییز است، اتوبوس است، بخری بروی از تاجیکستان بروی. یک تیر چندین نشان، یکم پولت زده میگیرد، دویم خودت یک قدرتی که میتواند یک قدرتی در صف نوروزیان شاید باشد، او را از تاجیکستان بیرون میکند با همین راه. روا در همین روسیه با فایده دارد
پول کار میکند، مبلغ به دست میبیارد، با تاجیکستان میفرستند، ما خورده خام میریم. اینجا ایستاد اگر جای کار نیست، چی نیست، جای درآمد نیست، این به سری ما خسته میبیاید به دوشنبه. بعد چیکار میکنیم؟ 10 تا جورش گرفته بیاید به سری ما. در اینجا تا آمده رسیدنش اگر از بدخشان سر کنه تا به دوشنبه آمدنش 1000 نفر میشن، از سوق سر کنه تا به دوشنبه رفتنش 10,000 کس میشه. چیکار میکنیم ما؟ بعد به کمک دیویزی 201 روسیه رو دعوت میکنیم یا اودکب رو یا سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی رو دعوت میکنیم. انا به همین فکر اینها در یک سال 2 مرتبه دهشت افکنی میکنن. همین تروریستن اینها، همین تروریسم همین دهشت افکنی است، در دل مردم ترس جوی کردن است. 13,000 آدم در کار است، 600,000 میترسونن. از بین 600,000 نفر مگر یک حکومت 13,000 نفر به خدمت حربی جلب کرده نمیتوند؟ میتونه. نمیتونم گفتی با همین ابلهه کرد، این شرمندگی خودش است. ابلهه کردن این به اون خاطر است که دوستان عزیز همین قوه هایی که شاید صفی قوه های ناراضی را زیاد کند بیرونش میکنن از تاجیکستان. باید از تاجیکستان بیرون ایستد. برای چی اینها همین خیلی سیاست پیاده کردن در تاجیکستان که خودت مجبور شوی در دیوالات رو محکم کنی از تاجیکستان بیرون روی، در دیوالات رو منظرت رو محکم کنی، خیش تبارت رو ترک کنی، پدر و مادر پیران سالات رو ترک کنی و از تاجیکستان بیرون شوی. همه دردی که به سرت بیاید فقط در تاجیکستان نباشی. برای چی این خیلی است؟ این سیاست است دوستان. این سیاست امام علی رحمان سیاست دور کردن درد سرها است. وگرنه گفتی چاپلوسا همه کشورها مهاجر دارن. برای چی مهاجرت کشورهای ما اجباری است؟ مردم مجبور می شود که به مهاجرت رود. بعضی ها مغازه دارد، مثلا گریم یک کارخانه دارد، این خلاصش رفته این خیلی میشد که نشد برادر، محکم میکنم میبندم میروم از اینجا، نشد. همین قدر کردم در همینجا باشم، یک پدری پیرانسال دارم، همین اقلا همین نگاهی بین کنم، هر چی مشکل بسرم بیادم همینجا بیستم، یک پاش لبی گور همین عذاب نکشد، همینجا تنها مونده، نشد. هیچ فکر بر راست نامد، برآمدم رفتم میگه. همین خیلی گپ میگفتگی ها هزار نفرند. این هم سیاست از دوستان عزیز. یعنی شما اندیشه کنید اگر ملت باید بالای این غداران، این مستبدان، این ظالمان غلبه کند، باید علیه این سیاست ها باید کار کند. علیه این سیاست های گریز و علیه این سیاست های برآمده رفتن ها باید مناسبت کند، معامله کند، باید رفتار کند. یعنی برگشتن ها باید زیاد شود. این خواهر اشاره کرد، گفت که شما با اوکراین پهپاد خریده میتید. اگر 4 تا پهپاد در باره فرق سری یکون کنجکی دوشنبه پرواز کند، میدونید چقدر اینو میلرزد؟ نیم یعنی این حکومت دار میگرزد. با جای شما که مثلا در وقت ابلاغ 2 برابر 3 برابر بلیط میخریدید، اینها باراهای قاچاق افغانستان میگذارن، قرقیزستان میگذارن، ازبکستان میگذارن، میپرن به هر قیمتی باشه. 4 تا درون اگر همین بالای سری تاجیکستان پرواز کنه، بالای سری دوشنبه پرواز کند، میفهمید؟ سلامت و سربلند باشید دوستان عزیز. لطفاً خواهش میکنم پدیلیت نکرده، تگمه لایک رو پخش نکرده، به شبکه یوتیوبی پیام تیوی ابونه نشده از یوتیوب بیرون نشوید. لطفاً ابونه شوید و حتما
کوشش میکنیم که سزاوار باوری شما باشیم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم در برنامه گفتگو شوکتی محمد.